سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به نهمین قسمت از آیس سیریز. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا ما خودمون رو دست کم میگیریم و میخوایم راجع به این با خالم که در پشت صحنه هست حرف بزنیم. یه سلامی چیزی بده. سلام، ولی من قابل رونمایی نیستم. حقیقتا حوصله‌اش نشد پاشه آماده بشه بیاد ویدیو بگیره. این شکلی بود که من همون پشت صحنه میمونم و فقط صدامو بشنون. آره بچه ها، امروز ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم. خب چرا ما خودمون دست کم میگیریم؟ خب چرا واقعا؟ این دلایل خیلی زیادی داره و برمیگرده به دوران کودکی ما و اتفاقایی که تجربه کردیم. وگرنه همینطور آدم که مثلا چیزیش نیست که یهو بگه که خب وقتش من بگم از همه بدترم. هیچ کس اندازه این من خودشو دست کم بچه نمیگرفت واقعا. یعنی مثلا من پارسال که 12 بودم خیلی خودم رو دست کم میگرفتم، خیلی فکر میکردم که همه از من بهترن، حس میکردم که با اینکه نبودن مثلا من خیلی چیزا داشتم که اونا نداشتن و خیلی نقطه قوتای زیادی داشتم ولی اونا رو اصلا نمیدیدم و حتی سعی کردم که ایگنورشون کنم و بچسبم به چیزایی که اونا دارن و سعی کنم اونا رو به دست بیارم. خب و بعد که نتیجه نهایی اومد من با خودم میگفتم خب چقدر بهتر از اون چیزی شد که من تو ذهنم بود و من حتی فکر میکنم خیلی بدتر از اونم. بعد با خودم میگفتم که اگه اون تایمایی که همش فکر میکردم خیلی آدم به در نخور و مزخرفیم و چه میدونم، اون تایمایی که حس میکردم همه از من بهترن، اگه اون تایما رو خودم تمرکز میکردم، رو اون هدفی که دارم، حتی نتیجه خیلی خیلی بهتر از اون چیزی میشد که الان هست. بعد خلاصه نظر شما چیه؟ نظر من اینه که از عزت نفس پایین میاد. عزت نفس میدونی که دیگه با اعتماد به نفس خیلی متفاوته. خب از ریشش در این میاد که ما خودمون رو دوست نداریم. آره، حس میکنیم از دوست نداشتن خودتون میاد و یه جور خود کمبینی داریم. بعد اصلا از چیزای خیلی الکی و کوچیک شروع میشه، یعنی که مثلا گیر دادن به یه قسمت صورتت شروع میشه تا مثلا اینکه فکر میکنین حتی درستون از بقیه مثلا پایین تره، چون در حالی که نیستا. خنگین از کوچکترین چیزا مثلا شروع میشه، بعد یهو میبینین که دیگه اصلا خودتون رو دوست ندارین و همه از نظرتون بهتر از خودتونه. منم اینجوری بودم. خب خیلی درس می‌خوندم، خیلی همسن سال شما که بودم، حتی شاید تو 4-5 سال قبل اینجوری بودم. یه تمرینی کردم، یعنی یه جایی مطلب خوندم نشستم تمرین کردم. کاش میکروفون بزنی. اشکال نداره، حالا همینجوری بگم. حالا من برات میگم. توی دفتر یا جلو آینه وایسین بگین که اولی که همش بگین من خودم رو خیلی دوست دارم، من با ارزشم، من لایق بهترین ها هستم. میدونی مدام بنویسین و به خودتون بگین، هیچ وقت نگین من کمم. آره این خیلی بده. هر چقدر بگین کم کم میره تو ناخودآگاهتون و باور میکنین. یعنی مثلا حتی بعضی وقتا مثلا از روی این که بخواین جلوی جمع نشون بدین که خب منم اونقدر خفن نیستم، اونقدر خوب نیستم، هی میزنین تو سر خودتون، بعد این هی میشه عادتتون، بعد به یه جایی میرسین که دیگه واقعا فکر میکنین که دیگه شما هیچی نیستین و این خیلی بده. اولین جایی هم مثلا تو سن سال شما بیشتر رو ظاهر تمرکز میکنی. وای من خوشگل نیستم، من زشتم، من بدنم خوب نیست، من فلانم. آره مثلا تو سن احساس میکنم حتی کمتر من. مثلا دوران راهنمایی نمیدونم چشام اینجوری اونجوری، چقدر زشتم، فلانی چقدر خوشگل‌تره. از چیزی که دست خودت نبوده و آفریدی باید راضی باشی دیگه. تو اصلا خوشگلی، خودت گیر اون تایم میدی. اصلا به نظر من زیبایی به ظاهر نیست. من الان توی سن به نتیجه رسیدم به اعتماد به نفس. آقای اجاری داری ویدیو پر میکنی، لطفا احترام بذارید. اوکی. خب زیبایی آدما بچه‌ها به شخصیت و اعتماد به نفسشونه. من دقت کردم حتی کسایی که اعتماد به نفس بالایی دارن، خوب صحبت میکنن، شخصیت خوب دارن، بیشتر جذبشون میشی با اون که مثلا با کسی که مثلا زیبایی صورتش خیلی خوشگله. شاید یه لحظه برات جذاب باشه، بعد که یکم که باهاش صحبت میکنی دل زدت میکنه. بعد بچه‌ها حتی یه سری چیزای دیگه هم خیلی مهمه. مثل چی؟ مثلا من
با یکی حرف میزنی خیلی خوشگل اولش، بعد باهاش حرف که میزنی احساس پوچی میکنی، یعنی حس میکنی پوچه. آفرین، حس میکنی چی نداره، توهیه، خالیه. هیچ چیزی نداره جز زیبایی ظاهری و برات جذاب نیست. مثلا شاید 2 روز برات جذاب باشه، روز سوم دیگه اصلا اون شخص برات جذاب هم نیست. این شکلی چی میگی؟ اصلا حرف نزن. به خاطر همین به درونتون بیشتر توجه کنید. خوبه آدم به خودش برسه، لباس خوب بپوشه، اینا خیلی مهمه. خیلی مهمه. اعتماد به نفس اولین چیزیه که آدما میبینن. اصلا اعتماد به نفس بهت میده ولی عزت نفس بهت نمیده ها. این اعتماد به نفس بهت میده، باید رو عزت نفستون که همون درونتون رو کار کنید. آره. بعد بچه‌ها مثلا من دیدم آدمایی که از لحاظ ظاهری اونقدر مثلا کفش خوبی نپوشیدن، شلوار خوبی نپوشیدن، ولی اونقدر عزت نفسشو داشتن که پرقدرت، احساس میکنی مثلا چقدر چیز نرمالیه، چقدر خوبه که این شکلیه، حتی بهش افتخار هم میکنی. و وقتی که آدم به یه موفقیتی میرسه کم کم خودشو باور میکنه. یعنی این موفقیت‌های کوچیک احساس میکنم که به آدم یه قوت قلبی میده که خودتو باور بکنی. نمیده؟ خیلی. من خودم از زمانی که خودمو باور کردم و حس کردم که واقعا هیچ کس تو زندگی با ارزش‌تر از خودم نیست، حتی کسب و کاری که شروع کردم شروع به رشد کرد. آره تو شروع کردی اون کسب و کار رو کم کم. آره هنوز به خودم باور نداشتم، ولی زمانی که باور کردم که من میتونم تو کار خودم بهترین باشم، شروع کرد اصلا ناخودآگاه ها، یعنی همینجوری پیجم میرفت بالا، خودم باورم نمیشد. ناخودآگاه تو برام باز کردی بابا که رهنمایی خواننده نام تاریخ هست تا ابد. اصلا میدونی حس میکردم دارم دیده میشم، پسندیده میشم. دوست داشتی؟ خیلی خوشم میومد. آره. من میدونین از کجا خودم باور کردم؟ از کجا؟ هنوز باور نکردم. نه شوخی میکنم، ولی مثلا من تا یه کوچولو به خودت اومد. تیر ماه امسال خودم واقعا باور نداشتم. یعنی فکر میکردم که همه از من چیترن، بهترن. یکم تیر مرداد این شکلی بودم که خب تو هم ما هستیم، ما که حالا پدر مادر هستیم، چون میخوایم شما بی‌نقص باشین، این کمالگرایی رو به شما القا میکنیم و این کمالگرایی باعث میشه که شما خودتون رو کم ببینید. آره چون من مامانم خیلی مثلا دوست داشت که من تو همه چیز 100 باشم و بهترین باشم. مثلا من یادمه من وقتی کلاس مثلا 6 دبستان بودم، من هم مثلا میرفتم کلاس پیانو، هم کلاس زبان، هم باشگاه، هم درسم بعد مثلا خیلی خوب بود و نمبر 1 کلاس بودم. بعد مثلا باید همه اینا رو با هم هندل میکردم، نمیتونستم. میدونی یه جایی به هر حال یکیش کم میاری. آره اینجا باید بگیم نه به والدین سمی، نه به والدین سمی. کتاب نه به والدین سمی کتاب هستم میگم این کتاب همچین اسمی وجود داره ولی اصلا راجبه این نیست، نه یه چیز دیگه است. آره میدونیم ما مامان باباها دوست داریم چیزی که خودمون نتونستیم به دستش بیاریم بچه‌هامون به دستش بیارن و این بده، خیلی بده. ولی خب کم کم حتی اگه الان احساس میکنین از بقیه کمترین، فقط کافیه شروع کنین. اصلا با حال بد شروع کن، با چه میدونم وقتی که حالت خوب نیست شروع کن، وقتی که سرما خوردی سعی کن اون کارا رو انجام بدی. با هر شرایطی که داری شروع کن. کم کم دیگه مثلا 100 روز بعد میبینی که همه روزات خوبه. نمیشه گفت همه روزا باید عالی باشه ولی دیگه مثل قبل نیستی و یا مثلا به قبلت که نگاه میکنی میگی چقدر الان بهتر شدم. اصلا مسیری که میری خب راحت‌تر راه باز میشه برات. آره وقتی خودتو دوست داری اصلا آسون میشه برات چیزا. آره. همین که هر روز صبح بلند جلو آینه بگین من با ارزش ترینم 10 بار. نتیجه‌اش تو کامنت‌ها برام بزن. ولی یه چیزی بهتون بگم، من وقتی که بچه بودم مامانم همچین کاری با من می‌کرد. میگفتش که صبح پاشو برو جلوی آینه با خودت بگو من با ارزش ترینم، من بهترین دختر جهانم. یادته؟ بعد ببین من خیلی یه تایمی اعتماد به نفسم خیلی خوب بود و دوستای صمیمی و دوستایی که دوست دارن تو رو بکشن پایین باعث میشن اون اعتماد به نفس رو از دست بدی. و من این شکلی بودم. من رفتم یادم یه تایمی یه مدرسه بودم، بعد رفتم یه مدرسه دیگه. خب اون مدرسه جدیدی که رفتم بچه‌هاش اصلا با من خیلی فرق داشتن، نوع افکارشون همه چیشون با من فرق داشت. بعد مثلا رفتارهایی که من میکردم با هم مثلا یه جوری بودن، با هم بد بودن. دیدی مثلا یکی میگه
به جای اینکه خوشحال بشه از یه دستاوردی مثلا یه جوری بهت میگه که تو دلت خالی میشه، یه جوری میشی. مثلا نگاه یکم مثلا دخترها یکم رقابت و حسادت دارن و این حسادت میخوان با حسادت یه جوری به تو نشون بدن که تو کمی. آفرین دقیقاً. کافی نیستی. و من واقعا باور میکنم و حتی مامانم که بهم میگفتش که نه اینا دارم بهت حسودی میکنم، من گفتم تو چی میگی؟ تو نمیفهمی. آره. این شکلی بودم که اونا من خودم اشکال دارم، این چیز بده. باور میکردی که تو مشکل رو داری تو. بعد انقدر باورم شده بود که دیگه مثلا یه جای دیگه اصلا دیگه خودم خیلی دست کم گرفته بودم و این باعث مثلا خیلی چیزا شد، افت تحصیلی شد، چه میدونم اصلا دیگه تمرکز نداشتم، همه چی. درس خوندن مثلا من خودم برای کنکور خیلی درس میخوندم دیگه، یه روزای خیلی مثلا ممکن بود 24 ساعت اصلا درس نخونم، کم می آوردم یا سرد میشدم، حس میکردم دیگه واقعا کافی نیستم، انگیزه دیگه نمیتونی. ولی رازش تو ادامه دادنه. درسته یکم استراحت کن ولی باز ادامه بده، دوباره برگرد. آره، چون که تهش کسی موفق میشه که تا تهش رفته، میدونی؟ استمرار بچه‌ها، هیچ وقت کم نیارین. حتی اگه حس کنین کافی هم نیستین ادامه بدین، اگه میدونین اون راهی که دارین میرین درسته. آره. البته بچه وقتی که مثلا سخت میشه اوضاع براتون، مغز میاد میگه که اگه تو اون کار موفق بشم چی؟ با اینکه تو هنوز اون کار رو شروع نکردی ببینی واقعا دوستش داری یا نه. میدونی تو از دور داری میگی من دوستش دارم. منفی‌ها رو میگه، اگه نشه چی؟ اگه موفق نشه همش چی؟ آینده نشدن و اینا. اگه مشکل خوردم چی؟ بعد اینا باعث میشه هی تو استراب بگیری، هی تو حالت بد بشه. اینا میشه مانع که تو مسیر تو کنتر پیش بری یا اصلا نری به سمت اون مسیری که قراره. آقا دیدی آدمایی که خیلی خوشبینن و خیلی عمیق درک نمی‌کنن همه چی و راحت‌تر اصلا زندگی راحت‌تر براشون میسازه، اصلا به موفق‌تر میشن. خیلی عجیبه. مثلا دیدی آدمایی که کتاب می‌نویسن و خیلی عمیق‌تر راجع به چیزا صحبت می‌کنن، همشون زندگی‌های خیلی خوبی نداشتن اکثرشون. نگاه من دقت کردم اونایی که خیلی غر میزنن تو زندگی، آره، هنوز یه حرکتی رو نزدن، اول که منفیاشو میبینن و اینکه خیلی غر میزنن، حس میکنن موفقیتشون کمتره نسبت به کسایی که خیلی خوشبین رفتار میکنن. آره، با انرژی خوب. آفرین، به تلاششون ادامه میدن. آره. و این ادامه دادن نتیجه مثبت میده. ببخشید. آره، من حتی دیدم که مثلا آدمایی که از خوشحالی بقیه خوشحال نمیشن، خب یا مثلا یه کارایی میکنن که اون طرف ناراحت بشه، خدا سنگ میندازه توی کارای بعدیشون. انگار مثلا یه کارمایی که میگن کارما مثلا پس میده. اونم از درون خودش میاد که این کارا رو میکنه، کمبودای خودش رو اینجوری نشون میده. آره، با حسادت نشون میده، با حرف زدن پشت اون طرف. نگاه تو وقتی میگن یه جمله خیلی قشنگه، موقع یه جا دیدم نوشته بود که آدما پشت سر تو حرف میزنن چون پشت سر تو هستن. بعد آقا حس قدرت هم میگیرم. من یادمه مثلا یه تایمی یه سری دوست داشتم که مثلا انگار اصلا به تو توجه نمیکردن، به اینکه خودشون یه مثلا تو رو تخریب میکردن که خودشون یه قدرتی بگیرن که میدونی تو رو ضعیف نشون میدادن، اینجوری جبران میکردن ضعف خودشون. آره، در حالی که بعدا مثلا من 2-3 سال بعدش متوجه شدم که اونا خودشون خیلی ضعیف بودن که همچین کاری میکردن. 100%. آره، خلاصه نظرت نیست کتاب بنویسیم؟ ما قرار سمینار بزنیم، کتاب تراپیست میشیم. آره بچه‌ها، حالا اشکالی نداره. آره، نظر ماست، ممکنه هر کی نظری داشته باشه و مخالف این. آره. حالا طبق تجربه‌ای که توی سالا به دست آوردیم به کسی گوش نکنین. هر کی که داره بدتون میگه حسوده. حتی من اگه بد یکی رو گفتم خیلی چیز حسوده. همه حسادت، به هر حال این حسادت تو همه وجود داره، تو یه سریا خیلی بیشتر، تو یه سریا خیلی کمتر. من یه چیزی یاد گرفتم ولی من سعی میکنم اگه اجازه بدی من یه حرفی یه دقیقه من اینو بگم، ولی باید خودت انتخاب میکنی به کی حسادت کنی. خالص سعیده نه. چرا؟ آره، اگر دیدی کسی بهت حسادت که حتی حس بد به بیرحمانه ترین حالت، اون آدم رو از زندگیتون حذف کن. اگر اون آدم پدر مادرتی که نمیتونی حذف کنی، خواهر برادر نمیتونی حذف کنی، نادیده بگیرین. یعنی حرف بزنن گوش کنین ولی انگار به جاشون هم نباشه. آره،
ولی اگر دیدین کسی واقعا داره بهتون ضربه میزنه از این لحاظ، انرژیتون رو میگیره که تو اون مسیر تلاش نکنیم، حذف کنیم. واقعا حذف کردن آدما رو یاد بگیرید. تو تا حالا شده مثلا هیچ کاری هم باید نکرده باشه ولی تو حس کنی؟ من خیلی راحت آدما رو حذف میکنم. تو تا حالا شده حس کنی؟ دقت کردی چه دوستایی داشتم، صمیمیت، چقدر فداکاری کردم تو راه دوستی. آره. ولی یه جا کوچکترین دورویی رو ازشون دیدم یا کوچکترین انرژی بد ازشون دریافت کردم، به بی‌رحمانه ترین حالت حذفشون کردم. چه ترسناک. آره نمیدونم، شاید هم بد باشه ولی من راحت آدما رو حذف میکنم. از چشت سری میافتن آدم راحت، چون خیلی تو رابطه هم چه دوستی چه خانواده رو بازی میکنن. آره. یعنی اینجوری نی دورویی کنم بگم آره جلوشون بگم وای عزیزم قربونت برم، وای چقدر تو خوشگلی، نازی پشت سرت، بگم وای دیدی آیسا دختر زشت و چندش. اینجوری نیستم، رو بازی میکنم. حتی اگه یه موضوعی در رابطه با تو، حتی تو منو اذیت کنه، میگم آیسا من دست ناراحت شدم. دیدی که خیلی موقع با به چالش میخوریم بیرون که میریم، راحت میگم آیسا من اینجا از این رفتار ناراحت شدم. نمیرم پشت سرت بگم من از دست آیسا ناراحت شدم. اگه کسی پشت سرم بگه حرف بزنه تمومه برام. حتی نمیرم بهش بگم چرا یه حرف بزنی، حذفش میکنم. نمیدونم خوبه یا بده، منم نمیدونم. به خاطر همین آدمای اطرافم آدم زیاد میشناسم ولی آدمی که نزدیکم باشه خیلی کمه. آره. ولی خدا رو شکر حالا آدمایی که الان نزدیکم من آدمای با کیفیت آره من نظر منم آدمای با کیفیت دور و برت. بچه‌ها من می‌خواستم یه چیزی بگم. چی می‌خواستم بگم؟ نمیدونم، فکر کنم یه روز باید راجع به آلزایمر صحبت مغز ماهی. اون سری داخل ویدیو قبلی هم یه چیزی بود یادم رفته بود. داشتم فکر می‌کردم چی باید بگم. آره خلاصه دوستای اطرافتون خیلی مهمن. حتی میخواین چونم یه دانشگاه برین، یه مدرسه برین، وقتی میخواین انتخاب رشته کنین دقت کنین کجا رو دارین میزنین و اینا، چون که به هر حال اون محیط مثلا دیدی میگن بچهای دانشگاه آزاد، تو این نمیخوام بکنم به بچهای دانشگاه، دیدی میگن که مثلا جوشون فرق داره با بچهای دولتی. خب واقعا داره پس میکنه داره، ولی من آزاد انتخاب من باحال‌تره. نه مثلا میگم که اینا رو مثلا ببینیم با کدومش بیشتر حال میکنه، همون رو انتخاب کنیم. این چون بعدا میریم توش اذیت میشیم. منم اون مدرسه‌ای که رفتم اذیت شدم داخلش. بعد حتی جایی که میرین، کافه‌ای که میرین، خیلی کافه‌های متنوعی وجود داره. آره مثلا یه کافه هست مثلا فقط محل دختربازیه اون کافه. یه کافه هم هست مثلا تو شیراز که اینجوریه، با هدف کافه. بستگی داره اون دنبال کافه تو شیراز به شدت زیاده. یه سری کافه هم هستن چون کتاب فروشی دارن مثل آره. جوش خوبه، برین اونجا. اصلا آدم خودش انتخاب میکنه کجا. خودتون انتخاب کنین جاهایی برین که اذیت نمیشین و در آینده قراره بهتون یه کمکی بکنه. درست انتخاب کنید، خر نباشید. یا هرشان نوشته بود خر نباشید. خیلی اولاغه. خیلی بچه‌ها مهمه این قضیه. دوستاتون، اطرافیانتون به خودتون حس خوب بدین و مثلا برین جلو آینه واقعا به خودتون بگین که من خوبم. اصلا باور کنین که خوبین. اصلا اگه اولش هم باور ندارین، یه چند وقت که بگذره کم کم باورتون میشه. من حتی خیلی از رفتارامو مثلا یه تایمی برام سخت بود، داشتم سعی می‌کردم انجامش و حس می‌کردم من خود واقعی نیستم، دارم ادا در میارم. بعد مثلا 2-3 ماه بعد دیدم دیگه شده جزئی از شخصیتم. برای همینه مثلا تو با دوستات که میری بیرون مثلا 3-4 ماه باشون ارتباط داری، اولش میگی خب اونا که رو من تاثیر ندارن، ولی مثلا بعداً میفهمی که خیلی داشتن رو تو. مثلا تو حرف زدن تو خیلی دقت کنی. میگن کلام تو عصای معجزه‌گر توست. آره این خیلی مهمه. چرا مثلا من دیدم خیلی‌ها میشینن میگن من بدبخت، توی خوشبخت، آره من نمیدونم، من خیلی احمقم، من خیلی چه میدونم خلم، اینا خیلی بده. خیلی بده. تو بدونی که دست خودت باشه خودت داری شوخی میگی یا ولی اصلا میفرستی ارتعاششو که قبول کنی که من احمقم، من خلم، من بدبختم و اینا رو جذب زندگیت میکنی. متاسفانه من یه دوست داشتم، خب خیلی هم دوستیم الان، مثلا هنوز رابطمون تموم نشده دیگه، مثلا چیز نیست، ولی مثلا دوستم خیلی تلاش کرد، رشته‌اش ریاضی بود،
دوستم خیلی تلاش کرد دانشگاه قبول شه. بعد مثلا دیروز پریروز که داشتیم حرف می‌زدیم این شکلی بود که نه دانشگاه پیشنهاد نمیشه، چه میدونم خسته شدم از صبح تا شب برم سر. مثلا من اینطوری بودم که خب تو این همه تلاش کردی بهش برسی، بعد الان داری اینطوری میگی. و اون ورودی مهر بود. بعد این شکلی بودم که حالا تا 2 هفته رفتی، ای مثلا واسه چیزی که این همه تلاش کردی به دستش بیاری به این زودی خسته نشو، یه معنا و یه چرایی براش پیدا کن. اصلا موقعی تو یه چیزی رو دوست داری و بهش میرسی خدا عمدن یه سری چالش‌ها میندازه ببینه که تو واقعا لیاقتشو داری. آره آدم این راهه هستی یا نه. اگه تونستی از پس اون بر بیای ادامهش میدی، اگه نه که از همون راه برات میگردونه. آره اگه دیدین این چیز ناله ها هم رو مختونه سعی کنین که خوشبین باشین، بگین میگذره این سختی‌ها میگذره، به روزای خوبش فکر کنین. آره به اون موقعی که فارغ التحصیل شدین میتونین چه میدونم با مدرک لیسانستون کلی دانشگاه‌های خفن تو جهان برین، به اونا فکر کنین. نه من خیلی اعتقاد ندارم آدم به آینده فکر کنه. میدونی چی؟ نه به این فکر کن که روزای خوبم میاد. خب آره خب همین نگاه کن، آدم باید از حالش لذت ببره. مثلا من خودم بعد از کار خسته هستم و پام درد میکنه ولی دارم لذتشو میبرم. میگم خدای شکرت که این خستگی از کارمه. آره از روحم نیست. میدونی خیلی خستگی روحی بده. اصلا خستگی روحی، خستگی جسمی یه نیم ساعت میخوابی خستگی از تنت میره، ولی خستگی روحی 3 روز بخواب خستگی از تنت نمیره. من خیلی خستگی روحی کشیدم. متاسفم زن شده اصلا 3-4 روز اصلا کلا حوصله نداشته باشم. راجع به اینم میخوام ویدیو بگیرم و با هم حرف بزنیم، ولی خب در نهایت هدف این برنامه یعنی این ویدیو این بود که بیایم یکم بیشتر خودمون رو دست کم نگیریم و بیشتر خودمون رو دوست داشته باشیم، باور داشته باشیم به خودمون و راجع به انتخابامون وسواس به خرج بدیم، چون خیلی مهمه. میتونه زندگی تو تغییر بده و حتی میتونه اعتماد به نفست، عزت نفست، همه چی تو ازت بگیره. کم کم مثلا فردا نمیاد همچین اتفاقی بیفته، ولی تو طولانی مدت قشنگ میتونی تاثیرش رو حس کنی. آره خلاصه من مثلا الان که 18 سالمه توی این 8 سال اینا رو مثلا متوجه شدم. قبلش اصلا زندگی جدی نبود. ولی سعی کنین از حالتون لذت ببرین، تلاشتون رو کنین دیگه، خیلی به بعدش فکر نکنین. اون موقع تصمیم میگیرین. آره زمانش که برسه تصمیم. ولی به هر حال به فارغ التحصیلیتون فکر کنین که روز خوبیه. چه میدونم مثلا 7 سال اگه پزشکی باشین، چه میدونم 4 سال اگه لیسانس باشین، اینا رو گذروندین با موفقیت دیگه. خلاصه اینا بهتون امید میده که تلاش کنین برای اون تهش. میدونی؟ بعد مثلا حتی اون دوستم که گفتی باید از مسیر لذت ببری، خب مثلا از این لذت ببری که داره تو کوه میره دانشگاه شیراز و داره اتوبوس میره، بچه‌ها دوستای جدید، آدمای جدید، کتابخونه خیلی خفن، یادگیری جدید، نمیدونم خیلی آرزوشونه مثلا الان جایگاه اونو داشته باشن، خیلی دوست دارن دانشگاه شیراز باشن نیستن، کنار خانواده‌شه. خب اینا خیلی مهمه. خیلی هم مثلا میرن یه شهر دیگه، مثلا من دیگه. خلاصه این شکلی دیگه. خلاصه همین، من گفتم که چیکارا کنین و یعنی سعی کردم که تجربه های خودم بهتون بگم. از خالم هم کمک گرفتیم، مرسی که خالم افتخار دادن و صداشون رو در خدمت ما گذاشتن. امیدوارم شما هم این ویدیو رو خیلی خیلی دوست داشته باشین. تا ویدیو بعدی که قسمت 10 آیسا سیریزه، خدافظ.